دوستان عزیز سلام، وقتتان بخیر. امیدوار هستم که جور و صحت سلامت باشین. در این ویدیو یاد میگیریم که چگونه میتونیم به بورسیه ترکیه ثبت نام بکنیم. وقتی که شما گوگل کروم باز کردین، در قسمت سرچش نوشته میکنین که ترکیه بورسلری. خب وقتی ترکیه بورسلری نوشته کردین، ما ترکیه اسکالرشیپ انتخاب میکنیم. یک صفحه جدید بر ما باز میشه. و در این قسمتی که شما میبینین انتخاب زبان است که شما به زبانهای انگلیسی و ترکی میتونین اپلیکیشن تان انجام بدین. خب من ترجیح میتونم به زبان ترکی. دیدین منو تماما به زبان ترکی تبدیل شد. از قسمت گریش یا هم به شروع سلکت کردم اینجا. خب بینید یک صفحه جدید پیش روی ما میاد دوستان. خب اگر شما از قبل در بورسیه ترکیه ثبت نام کرده باشین، در اینجا ایمیل آدرستان با نوشتن پاسپورتتان میتونین داخل شوین. از اینکه ما بر بار اول از ثبت نام میکنیم میگیم رجیستر. وقتی که رجیستر کلیک کردیم، در اینجا از ما پرسونال انفورمیشن خواسته. شما در اینجا نامتان تخلصتان نوشته میکنیم. مثلا میگم نیم عبدالله، تخلصش هم نوشته میکنیم که افغان. جندرش انتخاب میکنیم میل و تاریخ تولدش از روی پاسپورت باید انتخاب کنین دوستای عزیز. در این قسمت خیلی دقیق باشین. من میگم که تاریخ تولدش 2005 ماه اول تاریخ 1 و نشنالیتیش هم افغانستان گفتیم. ایمیل آدرسش نوشته میکنیم در این قسمت دوستان. خب ایمیل آدرسش نوشته میکنیم عبدالله افغان 3458@gmail.com. و در این قسمتی که شما میبینین ایمیل آدرس رو دوباره باید تکرار نوشته کنیم. و قسمت پاسپورت است بر ما پیشنهاد میکنه یک پاسپورت استرانگ. اگر میخواین اینجا میتونین رو یوز کنین و یا هم میتونین خودتان یک پاسپورت انتخاب کنین به میل دلتان. میگم من پاسپورت به میل دل خود انتخاب میکنم و در اینجا پاسپورت دوباره باید نوشته کنین. خب در قسمتی که شما میبینین سیکرت کوشن است. من میگم که ما آیفون، جوابشم نوشته میکنم که آیفون 16. این قسمت هم شما باید بگوین که I'm not a robot و معلوماتی که در بالا ذکر کردین را در اینجا میگین که I approve و سیوش میکنین دوستان. و در این قسمت اتنشن گفته و تمام مشخصاتی که در بالا ذکر کردین را میگین approve میگین و سیو. و دوستان از یک صفحه تازه بر ما باز شد. در اینجا به ما میگه ثبت نامتان موفقانه انجام شد. در بین 28 ساعت به شما یک ایمیل میاد به خاطر اکتیواسیون یا هم به خاطر فعال کردن حسابتان. خب به هوم پیج میریم دوستای عزیز. هوم پیج رو سلکت کردیم، این صفحه بر ما باز میشه. وقتی که بخوایم لوگین کنیم لوگین نمیشه به خاطر از که ما تا حال حساب خود را اکتیو نساختیم. خب میریم به ایمیل آدرس خود. ایمیل آدرس ما را کنترل میکنیم. میبینیم که از ترکیه اسکالرشیپ بر ما ایمیل آمده. خب سر ایمیل کلیک کردیم، ایمیل را باز کردیم و این قسمت باید ما کلیک کنیم به خاطر اکتیویشن یا هم به خاطر فعال کردن حساب ما. خب دوباره پس برمیگردیم به صفحه اصلی. خب دوستان عزیز در قسمت ایمیل آدرس با پاسورد تان نوشته میکنین. شاید این بار لوگین شود به خاطر که ما حساب خود را اکتیو ساختیم. میگیم لوگین. برای دوستان عزیز یک صفحه تازه بر ما باز شد. در این قسمت هوم پیج است و پرسونال انفورمیشن. تمام انفورمیشن های خود را باید در اینجا ذکر بکنیم. از پرسونال انفورمیشن شروع میکنیم. ایدیت میگیم دوستای عزیز. در اینجا اسم، تخلص و اینا را تمام شد یک بار کنترل میکنیم و در اینجا میبینیم مریتال استیت. ما میگیم سینگل. تاریخ تولد از روی پاسپورت نوشته کرده بودیم. میبینیم نشنالیتی را ما نمیتونیم تغییر بدیم. و در این قسمت هم در جایی که شما تولد شدین میگیم افغانستان. در کدام شهر تولد شدین میگیم بلخ. و در این قسمت هم میبینین type of your ID. ما میگیم پاسپورت. میتونین تذکره هم شما انتخاب میکنین. ما پاسپورت انتخاب کردیم دوستان.
و دیگه قسمت شما میتونین که پاسپورت نمبر و تایپ آف پاسپورت و همچنان کد پاسپورت تا نوشته کنین دوستا. بعد به خاطر امتحان اینا را با نظر به پاسپورت خود خانه پوری کردم و در این قسمت شما باید دکومنت اضافه بکنین، یعنی هم پاسپورت را در اینجا درج بکنین و من پاسپورت خود در اینجا درج میکنم دوستای عزیز. اگر شما سیتیزنشیپ کدام کشور دیگه هستین، این قسمت شما سلکت میکنین و از شما بعضی معلومات میخواه و از قسمت پایین میتونین اد کنین. خب بعضی که شما سیتیزنشیپ کشور دوم نیستین را شما کار ندارین سلکت نمیکنین، اون تو میباشه. قسمتی که شما دوستای عزیز میبینین ریلیژن انتخاب میکنیم اسلام و ملیت انتخاب میکنین افغان و در قسمت پایین میگه که شما دیسابیلیتی دارین یا معلولیت دارین یا نه. شما بگین که معلولیت ندارم و همچنان شما میتونید اینجا عکس خود را هم اضافه کنین. من از اینجا چوز فایل میگم، من بر بالای عکس خود کلیک کردم، عکس خود اوپن گفتیم. در قسمت دوستای عزیز میتونین کراپ هم بکنین و اینجا میگیم سیو. برای دوستای عزیز پرسونال انفورمیشن ما ختم شد. من بر بالای فامیلی انفورمیشن از این قسمت شما میتونین نام مادرتون رو نوشته کنین نظر به پاسپورت و در اینجا میگین که آیا مادر شما لایو است یا نه. اگر مادر شما وظیفه داره در این قسمت شما توضیحات میتین، اگر هم نداره اینجا را سلکت نمیکنین. و در این قسمت نام پدر شما است. من میگم نام پدر ما نصرالدین و سوال کرده که پدر شما حیات است یا نه. در این قسمت میگن که حیات است و یا نه. من میگم حیات نیست و در این قسمت تعداد اعضای فامیلتان نوشته میکنین، چند برادر خواهر هستین. مریتال استیتس سابق ما انتخاب کرده بودیم. در این قسمت عاید شما در ماه هست، میم 250 تا 500 دلار است که سیو میگیم. فامیلی انفورمیشن هم ختم شد دوستای عزیز. فعلا میم بر بالای کانتکت انفورمیشن. خب کانتری و سیتی و اینا رو خانه پوری میکنیم. خب میم کانتری افغانستان، سیتی بلخ. پستکد هم میتونید از اینترنت پیدا کنین دوستای عزیز. پستکد شهرتانه میم که 51 و از شما 2 دانه تلفن نمبر خواسته، تلفن نمبر را اینجا نوشته میکنین و در قسمت استریت نام سرک نوشته میکنین. میم قبادیان. بلدینگ نمبر نوشته میکنیم و دور نمبر هم نوشته کردیم دوستای عزیز. خب دوستای عزیز اگر آدرس دائمیتون با آدرس فعلیتون متفاوت باشه، از اینجا میتونین شما ایرا اضافه بکنین. خب من میگم که آدرس فعلی و دائمی ما یکی هست، ایرا ما سلکت نمیکنیم. چند ماه یا هم چند سال است که در اینجا زندگی میکنین و سوشال میدیا است دوستای عزیز. در قسمت اگر سوشال میدیا دارین، فیسبوک، توییتر، هر سوشال میدیا که شما استفاده میکنین در اینجا اد بکنین و سیو میگیم. خب دوستای عزیز میایم با بالای ایژوکیشن انفورمیشن. این قسمت دوستای عزیز شما کار نمیگیرین، مستقیم میایم با بالای های اسکول. های اسکول را انتخاب کردیم، کانتری را انتخاب میکنیم افغانستان، تیرا میگیم بلخ و در قسمت اسکول هم نام مکتبتون رو نوشته میکنین. من میگم به طور مثال افغان ترک های اسکول و در قسمت هم سطح تحصیل شماست دوستای عزیز، سکندری ایژوکیشن و های اسکول تایپ است دوستای عزیز. ما جنرال انتخاب میکنیم، یعنی ما مکتب عمومی خواندیم و از اینجا گفته کدام رشته را خواندین، بازم ما جنرال انتخاب میکنیم. استعداد ما میگیم گریجویت یعنی فارغ شدیم و دوستای عزیز اینجا تاریخ شروع مکتبتان است و تاریخ ختم مکتبتان. در این قسمت باید دقیق نوشته بکنین در کدام تاریخ شروع کردیم و در کدام تاریخ شما مکتب ختم کردین. گرید تایپ است دوستای عزیز، را از روی 100 میگیریم و گریدمون 93 نمره. به طور مثال من میگم 93% مکمل، یعنی اشاری ندارم
خب در این قسمت هم دوستای عزیز باید دیپلم خودم ما آپلود کنیم. البته شهادت نامه ماست. خب من اینجا شهادت نامه خود اوپن میگم و عقب شهادت نامه هم ترانسکریپت است. دوستای عزیز در این قسمت ترانسکریپت میتونین عقب شهادت نامه را اینجا آپلود بکنین و عقب شهادت نامه را من از اینجا سلکت کردم و اوپن گفتم و در این قسمت آپلود شد. وقتی که شما از مکتب فارغ شدین در رنکینگ هم قرار گرفتین، اگر قرار گرفتین یس میگین، اگر نگرفتین نو. خب فرض مثال میگیم یس. در رنکینگی که شما قرار گرفتین شهری بود، کانتری بود یا اسکول بود، در کدام سطح بوده و در کدام رنکینگ قرار گرفتین، مثلا اول نمره، دوم نمره، سوم نمره. اگر نبود نو میگین و میایم پوینتر میگه شما امتحان کنکور سپری کردین یا نه. اگر امتحان کنکور سپری کردین یس میگین. خب تا اینجا به شکل اتوماتیک اگزام کنکور خودش میاد دوستا و جنرال هم انتخاب شده از قبل. شما تاریخ امتحان کنکور در اینجا باید مشخص بسازین کدام تاریخ شما شامل امتحان کنکور شدین و گریدی که شما گرفتین یا نمبری که شما گرفتین چند نمره بوده مشخص میسازین و در این قسمت هم شما باید دکومنت اضافه بکنین. کسایی که امتحان کنکور سپاری کرده میریم به کمیته ملی امتحانات، به وزارت تحصیلات عالی درخواست میکنین در کدام سال امتحان دادین، چند نمره گرفتین. بعد مو را امضا هم میکنن و شما مو را در اینجا آپلود میکنن. دوستای عزیز اگر هم شما در کنکور اشتراک نکردین یا هم امی ورقه ندارین، شما اینجا را میتونین نو بگیرین. من اینا نو گرفتم و سیو میگیم. بله این هم سیو شد. حالا کسایی که میخواین با ماستر ثبت نام بکنین باید ایرم خانه پوری بکنین بچلر دیگری را و کسایی که میخواین با دکترا ثبت نام بکنین باید پست گریجویت هم خانه پوری بکنین. ما فقط میخوایم فعلا با دوره لیسانس ثبت نام بکنیم. خب اینمی هم کافی است دوستای عزیز. خب الان میایم بر بالای لنگویج دیتیلز. اینجا زبان مادریتون باید انتخاب بکنین. ناتیو لنگویج میگیم که زبان مادری ما ترکمنی. با زبان دیگه که شما بلدیت دارین میتونین از اینجا اد بکنین. لیولش هم اینجا ذکر شده. فرض مثال ما در این نوشته میکنم ادوانس یا میتونین شما یا هم شما میتونین انگلیسی و سایر زبان ها را در اینجا اضافه بکنین. خب دوستان در قسمت پایین هم میبینین ترکیش لنگویج سکیلز هست. اگر شما به زبان ترکی بلدیت دارین یس میگیرین. وقتی که یس گرفتین دوستان عزیز اینجا بر شما میگه سرتیفیکیت هم آیا دارین از زبان ترکی. اگر گفتین بله از شما باز از کدام اینستیتوت گرفتین سرتیفیکیت در کدام تاریخ و سرتیفیکیت باید دانجا اپلود کنین. اگر هم سرتیفیکیت ندارین نو میگین و از اینجا باید سیو کنین دوستای عزیز. خب این بخش ما هم تمام شد. خب دوستای عزیز شما متوجه شدین یا نه؟ در این قسمت میبینیم بعضی از علامه ها زرد است، بعضی علامه ها هم سرخ است. خب علامه زرد به این معنی است که شما اختیاری است میتونین فرض مثال ورک اکسپیرینس است، اکادمیک کوالیفیکیشن یا هم سوشال اکتیویتیز اینا را میتونین خالی هم بگذارین و علامه سرخ حتمی است دوستای عزیز باید خانه پوری بکنین. خب بازم بیاین دوستان ما به شما توضیح بدم. فرض مثال ورک اکسپیرینس است. خب در اینجا در کشوری که شما کار کردین و نام کمپانی تان باید در اینجا ذکر کنین، پوزیشن شما من حیث چه کارمند بودین و در قسمت پایین هم میبینین آیا فعلا هم کار میکنین یا از کار اخراج شدین یا از کار برآمدین. تاریخ شروع و تاریخ ختم کارتان باید در اینجا ذکر کنین. خب من اینا را دست نمیزنم و در قسمت پایین هم سی وی است. سی وی تان میتونین اینجا نظر به خاص خودتان اضافه بکنین و اکادمیک کوالیفیکیشن از دوستای عزیز اینا امتحانات بین المللی است. اگر شما
امتحانات بین المللی سپری کرده باشین مثل آیلتس است، GRE است، امثال از یا میتونین در قسمت بالا اد کنین. اگر هم شامل از این امتحانات نبودین این گزینه هم اختیاری هست و این بخش هم سوشیال اکتیویتی است. دوستای عزیز در این قسمت میتونین فعالیت های اجتماعی خود را اینجا اضافه بکنین. پروژکت بوده، سرتیفیکیت بوده یا هم ایوارد است یا هم اسکولارشیپ، هر نوع سرتیفیکیت یا هم تقدیرنامه و تحصیل نامه دارین میتونین در این قسمت اد بکنین و در قسمت پایین هم میبینین فعالیت های رضاکارانه تان میتونین در این قسمت پایین هم اضافه بکنین. خب من به ترکیه اکسپیرینس دوستا بالای ایدیت کلیک میکنیم. اینجا از ما چند سوال پرسان میکنم. آیا شما فعلا در ترکیه هستین یا قبلا در ترکیه بودین؟ اگر بودین یس میگیرین، ما ایره نو میگیرم. خب در اینجا باز یک سوال شده که درباره امی اسکالرشیپ از کجا خبر شدین، چگونه خبر شدین؟ ما ایره میگیم از طریق سوشال میدیا خبر شدیم. آیا اقارب شما در ترکیه هست و یا از قبل بوده؟ ایره ما نو میگیریم. و در اخیر از ما پرسان کرده آیا از اقوام شما در ترکیه بوده و یا هم فعلا زندگی میکنه؟ ایره ما نو میگیریم و سیو میکنیم. بله دوستای عزیز سیو شد. خب یک قسمتی از این خانه‌پوری فرما بود دوستا، ایره ما خانه‌پوری کردیم و قسمت بعدیش البته اپلیکیشن هستک یا هم ثبت نام می باشه. قسمی که میبینین ما بالای اپلیکیشن کلیک کردم، اپلیکیشن تا حال ایجاد نشده. این حال ما بالای هوم پیج کلیک کردیم و از این طریق ما بخیر اپلای میکنیم. خب دوستا در اینجا از ما سوال کرده شما بعد از فراغت چه کار کردین؟ در اینجا یکی از گزینه ها را میگیرین و در قسمت پایین دسکریپشن نوشته میکنین. فرق نمیکنه هر گزینه که شما انتخاب میکنین با یک دسکریپشن شما میتونین را سیو بکنین. از اینجا شما میتونین با کدام مقطعی که خواسته باشین ثبت نام بکنین. خب دوستای عزیز ما شما میتونیم فعلا تنها لیسانس ثبت نام بکنیم، چون ما در ایژوکیشن انفورمیشن تنها معلومات لیسه خود را اونجا ذکر کردیم. اگر شما میخواین که به ماستری ثبت نام بکنین باید از به ایژوکیشن انفورمیشن رفته تمام معلوماتی که درباره بچلر دیگری از شما خواسته کورا باید خانه پوری بکنین. و اگر شما میخواین که به پی اچ دی ثبت نام بکنین با مو ترتیب به علاوه که شما بچلر دیگری را خانه پوری میکنین باید ماستر دیگری را هم خانه پوری کنین تا شما بتونین به پی اچ دی ثبت نام بکنین. خب میم فعلا ما بچلر دیگری را انتخاب میکنیم و در اینجا دو گزینه است، ما جنرال انتخاب میکنیم و اپلای میگیم و در قسمت هم یک تذکر داده دوستای عزیز. اینجا را ما میگیم I accept را قبول میکنیم و یک صفحه تازه بر ما باز میشه دوستای عزیز. خب دوستای عزیز اپلیکیشن کاندیشن از شرایط از شما میتونید در قسمت زبان برین و در هر زبانی که شما راحت هستین ثبت نام پیش ببرین. دوستا کسایی که به خصوص در افغانستان هستین میتونین با انتخاب زبان فارسی شما به راحتی ثبت نام بکنین. خب شرایط ثبت نام از اینجا مکمل باید بخونین دوستای عزیز و وقتی که خوانین قسمت آخر میین در قسمت پایین را تک مارک میکنیم و بعدش میگیم که تمام از اینا را ثبت کن و شرایط ثبت نام اینجا ختم شد دوستای عزیز و میمانه انتخاب رشته ها. از این قسمت میتونین انتخاب رشته ها را از اینجا اد بکنین. شما حق دارین 12 پانسون را با 12 رشته دلخواهتان در اینجا انتخاب بکنین. در اینجا تمامیشان به زبان انگلیسی می دوستای عزیز. اینجا انتخاب جدید اضافه میکنین هر رشته که دوست دارین. خب از اینکه ما در زبان ترکی راحت هستم میخوایم اینا را انتخابای خود در زبان ترکی انجام بدم. یعنی در قسمت دوم که میایم اینجا ترجیح است یعنی انتخاب هاست بر بالاش کلیک کردم. خب در قسمت اکلا یعنی اضافه کن میایم. از این قسمت میتونین شما یونیورسیتی که شما دوست دارین در اونجا تحصیل بکنین اینجا انتخاب بکنین. کدام دانشکده باشه؟ دانشکده اقتصاد. از این قسمت پایین ما سرچ میکنیم. بله اقتصاد پیدا کردیم از اینجا.
خب دوستای در قسمت پایین میبینین نام پانتون ها نوشته است، نام فاکولته ها نوشته است با زبان تدریسشان. شما در هر پانتون که خواسته باشین میتونید انتخاب کنید. فرض مثال من میگم استانبول یونیورسیته اقتصاد فاکولته در کدام شهر است؟ استانبول. زبان تدریسش هم به ترکی است. چند سال زمان میبره؟ 4 سال. خب من ایره انتخاب میکنم به قسمت پایین مییم. از اینجا همون را باید قید کنیم، یعنی سیو کنیم. میره سیو کردیم. این انتخاب اول ما شد. از این قسمت میتونین 11 انتخاب دیگه که باقی مانده از اینجا اضافه بکنین. خب در قسمت پایین ایره باید شما تک مارک کنین. این به این معنی است که اگر رشته هایی که شما انتخاب کردین ظرفیتش پوره شد و یا هم بر شما داده نشد، آیا پروگرام شما را تبدیل بکنه یا نه؟ شما میگین بله. به این منظور که شما موافقت میکنین در قسمت سیو مینی را کلیک میکنین و این قسمت نیت مکتوب یا هم همون قصدنامه است از را کلیک میکنیم. خب در این قسمت شما نیتنامه یا هم قصدنامه را نوشته میکنین. در قسمت اول 2 بخش داره. در بخش اول نیتنامه تان را باید نوشته بکنین. در بخش پایین هم توضیحات است. دوستای عزیز شما باید قصدنامه را قبل باید آماده ساخته باشین. یعنی شما اگر در ورد ایره از قبل آماده ساخته باشین میتونید اینجا کپی پیست بکنین و توضیح هم گفتیم اختیاری است. اگر توضیحات میخواین نوشته کنین اینجا توضیح میکنین و ثبت کو میگیم. این قسمت هم خلاص شد دوستای عزیز. در این قسمت دیگه هم محل مصاحبه است که اول نام کشور انتخاب میکنین، بعدا نام شهر انتخاب میکنین. بین انتخاب کنیم افغانستان، شهرم کابل. خب سابق 2 شهر بزرگ افغانستان هم بود مثل هرات و مزار شریف هم. فعلا تنها 1 شهر است. اینا میگیم که انتخاب کن. ثبت شد دوستای عزیز و 4 بخش هم خلاص شد دوستان عزیز. این قسمت هم بخش رفرانس لیتر است، قسمی که در ویدیو قبلی هم خدمت شما دوستای عزیز اشاره کرده بودم. شما میتونید از استادای مکتبتان، استادای دانشگاهتان یا هم از محل کارتان رفرانس لیتر بگیرین. خب در قسمت میبینین اطلاعات مرجع است که کسی که شما را رفرانس میکنه از نام و تخلص از اینا گرفته تمام مشخصات شده اینجا باید ذکر بکنین. و به طور مثال من میگم که کسی که ما را رفرانس میکنه اسمش خیب الله است، نام خانوادگیش مرادی است. من یک تلفن نمبر به طور مثال در اینجا زدم دوستای عزیز. ایمیل آدرس نوشته میکنیم. در این قسمت هم من اینجا ایمیل آدرس خدا نوشته میکنم و شما میتونین ایمیل آدرس استاد پانتونتان یا استاد مکتبتان و هم کسی که شما را رفرانس میکنه در اینجا نوشته بکنین. نام شرکت یا مؤسسه اینجا نوشته میکنین یا هم نام مکتبتان نوشته میکنین. عنوان کسی که شما را رفرانس میکنه در اینجا کی است نوشته میکنین در این قسمت. و در این قسمت دیگه هم باید امون رفرانس لیتر را آپلود بکنین به شکل PDF یا هم JPG فرق نمیکنه. دوستی که شما رفرانس لیتر را در بخش تحصیلی گرفتین این قسمت با شما تک کنین و از اینجا هم سیو کردیم دوستی عزیز. رفرانس لیتر 2 متانه هم میتونین به می ترتیب از قسمت اد یا هم اضافه کن میتونین که اینجا اضافه بکنین. و میایم بر برنامه بورسی مشترک. وقتی که ایره شما تک کردین در برنامه بورسی شایستگی برجسته که از طرف بانک اسلامی است، اگر شما میخواین هم به YTB ثبت نام بکنین یعنی ترکیه بورسری ثبت نام بکنین و هم اگر میخواین تمامی از این مشخصاتی که اطلاعاتی که شما در اینجا ذکر کردین به بانک اسلامی هم داده شود توسط بورسی ترکیه، شما اینا را باید قبول بکنین، شانس خود را آزمایش کنین و از اینجا میتونین شما بورس دریافت بکنین. اگر بخواین که در این پروگرام هم ثبت نام بکنین شما تمامی از اینا را باید بله بگین و قبول بکنین. اگر هم نمیخواین نه بگین و قبول نمیکنین و ایره هم ثبت میکنیم. خلاصی ثبت نام است دوستی عزیز. ایره تمام میشم
باید دقیق مطالعه کنین، کنترل کنین. دیدین که کدام مشکل نداره، شما میتونید این قسمت سابمیت بکنین. اینجا را باید شما تک مارک میکنین و میگین سابمیت. برای دوستان گرامی ثبت نام ما ختم شد و اگر میخواین که ثبت نامتان به شکل PDF پیش خود داشته باشین، این قسمت شما باید کلیک کنین و ثبت نامتان به شکل PDF در کامپیوترتان ثبت میشه. این ما کلیک کردیم، در بالا بر ما اشارت آمد PDF ثبت نامتان سیو شد و آمدیم به ختم ویدیو. امیدوار هستم که ویدیو برایتان مفید تمام شده باشه. اگر تا حال کانال ما را سابسکرایب نکردین، لطفا سابسکرایب کنین دوستان عزیز. ویدیو را هم لایک کنین. به خاطر آگاه شدن از ویدیوهای دیگر ما زنگوله را فشار بدین و آل را انتخاب کنین و همچنان منتظر ویدیوهای جدید ما باشین. تا ویدیو بعد همه شما را به خداوند پاک بی همتا میسپارم. خداوند یار و مددگارتان